بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. ما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در ادامه سلسله دروس فقه شریف حنفی از کتاب الهدایه بحث احکام آبها آغاز کرده بودیم. به بحث چهارم رسیدیم در رابطه با مردن بعضی از حیوانات در آب. آیا باعث نجاست آب میشه یا نمیشه؟ به عبارت رسیدیم که امام مرغینانی رحمت الله علیه صاحب هدایه فرمود و موت ما یعیش فی الماء فیه لا یفسده کالسمک و الضفدع و السرطان. مردن او حیواناتی که داخل آب زندگی میکنن باعث فساد آب نمیشه. مثلا ماهی داخل آب زندگی میکنه، اگر داخل آب بمیره این باعث فساد آب نمیشه. یا ضفدع یعنی چی؟ قورباغه‌ای که یعنی قورباغه آبی باشه. ما دو نوع قورباغه داریم در ادامه. قورباغه آبی اگر داخل آب بمیره باعث فساد آب نمیشه. چرا؟ چون زندگی او داخل آب هست. پس اگر میمیره داخل آب میمیره باعث فساد آب نمیشه. و سرطان، خرچنگ اگر چون داخل آب زندگی میکنه، خرچنگ آبی اگر داخل آب بمیره باعث فساد آب نمیشه. همچنین ما سگ دریایی هم داریم، خوک دریایی هم داریم، اینا هم اگر داخل آب بمیرن باعث فساد آب نمیشن. خلاصه هر چیزی که زندگی او، توالد و تناسل او در آب باشه اگر داخل آب بمیره باعث فساد آب نمیشه. و قال شافعی رحمه الله یفسده، فاسد میکنه آب رو، الا السمک، یعنی بقیه چیزها مثل قورباغه، مثل خرچنگ، مثل بقیه چیزهایی که آبی هستن اگر داخل آب بمیرن باعث فساد آب میشن مگر ماهی. لما مره، بنابر آنچه که قبلا گذشت. منظور از او آنچه که قبلا گذشتی هست اینه که امام شافعی رحمت الله علیه در درس قبلی خواندیم که چی فرمودن؟ لأن التحریم لا بطریق الکرامت آیت للنجاسه. هر او تحریمی که نه از روی کرامت باشه، پرهیز از انسان، این علامتی است برای نجاست. میگه این بقیه چیزها که است، بقیه مثل زفت، قورباغه، اینا که حرام هستن، اینها همین خودش دلیل بر نجاست آنها است. وقتی که داخل آب بمیرن باعث فساد آب میشن. ولنا، ما یک ضابطه داریم، انه مات فی معدنه فلا یعطى له حکم النجاسه. همین حیوانات چون داخل آب زندگی میکنن در همون معدن و در جایگاه خودشان وفات کردن، پس برایشان حکم نجاست داده نمیشه. ما یک ضابطه داریم، دقت بکنین، ضابطه بسیار زیبایی است. ضابطه ای است، اصل ای است، ان النجاست ما دامت فی معدنها لا یعطى لها حکم النجاسه. نجاست تا زمانی که در سر جای خودش قرار داشته باشه برای حکم نجاست داده نمیشه. مثلا همین حالا در بدن ما نگاه کنین چقدر خون هست، چقدر زرداب است، چقدر بول است، کثافت است، مدفوع است، اینا همه هست، اما بازم نماز میخوانیم. چرا؟ چون درست است که این نجاست ها هست، اما این نجاست ها در معدن خودش هست، در سر جای خودش هست، از سر جای خودش خطا نخورده، بیرون نیامده. پس نجاست تا زمانی که در معدن خودش و در سر جای اصلی خودش قرار داشته باشه برای حکم نجاست داده نمیشه. ما میگیم درست است اینا مشکل دارن، اما اینا چون در جای خودشان، در سر معدن خود، در جای خودشان وفات کردن، مردن، بی خاطر حکم نجاست برایشان داده نمیشه. ولنا انه مات فی معدنه. این حیواناتی که داخل آب زندگی میکنن در همون معدن، یعنی در جای خودشان مردن، فلا یعطى له حکم النجاسه، پس حکم نجاست برایشان داده نمیشه. اینجا میتونه یک سوال علیه ما مطرح بکنه، خب ما هم که از خاک هستیم، زمین هم که معدن ما هست، پس ما هم اگر بمیریم پس نباید که حکم نجاست داده بشه؟
ما میگیم نه، فرق میکنه. ما که هستیم درست است که این موجوداتی که روی زمین هستن اینا داخل زمین نمیمیرن بلکه روی زمین میمیرن. پس این فرق است بین مردن داخل آب برای حیوانی که آبی هست و بین مردن حیوانی که در خشکی زندگی میکنه که روی زمین میمیره. ولنا انه مات فی معدنی فلا یعطى له حکم النجاسه. ما میگیم که حیوانات در همون جای خودشان مردن، یعنی در جایی که پیدا شدن زندگی کردن در همونجا مردن، پس حکم نجاست برایشان داده نمیشه. که بیضة حال محها دما، مثل تخم مرغی که زردی آن تبدیل به خون شده باشه. مح او مخ همون زردی رو میگن، همون زردی تخم مرغ تبدیل به خون شده باشه. میگه که با وجودی که این نجس هست، اما باز هم اگر بالفرض کسی فکر کنه چین تخم مرغی در آستین او قرار داشته باشه یا در جیب او قرار داشته باشه و با اون نماز بخونه هیچ مشکل نداره. چرا؟ چون این نجاست از محل بیرون نشده، از محل بیرون نشده، داخل هست. اون زردی تبدیل به خون شده باشه باز هم مشکلی نداره. که بیضة حال محها دما، این خلاص شد. ولی انه لا دم فیها، میگه در این حیوانات مثل ماهی، مثل قورباغه دریایی، مثل خرچنگ، اینا در اینا خون نیست. بعد در ادامه میگه و دم هو النجس، این خون است که باعث نجاست میشه. اینا خب خون نداره پس اینا باعث نجاست آب نمیشن. میگه در جمله معترضه‌ای که در وسط آمده چی میگه؟ لانه لا دم فیها اذ الدموی لا يسكن في الماء، او حیوانی که خون داشته باشه او در آب زندگی نمیکنه. اینجا یک سوال مطرح میشه که چطور مگر ماهی خون نداره؟ ماهی رو خب نگاه میکنه ماهی خون داره، چطور خون؟ میگه نه، این خون حقیقی نیست، این شکل خون رو داره، این خون حقیقی نمیباشه. ولانه لا دم فیها، در اینها هیچ خونی نیست. اگر خونی شما احساس میکنین که اصلا خون حقیقی نیست، باز او دلایلی که خودشان دارن که چرا خون نیست یا خودشان میگن. اذا الدموی لا يسكن في الماء، او که حیوانی که خون داشته باشه در آب زندگی نمیکنه. و الدم هو النجس، این خون است که باعث نجاست میشه. وقتی که اینا خون نداشته باشن پس داخل آب بمیرن باعث نجاست آب نمیشن. خب و فی غیر الماء قیل غیر السمك یفسده لانعدام المعدن و قیل لا یفسده لعدم الدم و هو الاصح. دقت بکنین، اگر مثلا یک قورباغه دریایی داخل یک مقداری سرکه افتاد و مرد، غیر الماء یعنی غیر از آب، مثلا سرکه مثل نوشیدنی بود، مثل آب انگوری بود، آب اناری بود، یا قورباغه افتاد داخل و مرد، آیا این آب انار شما خراب شده، فاسد شده؟ گفته شده غیر السمک یفسدو، اگر ماهی داخل آب انار افتاد و مرد، اگر ماهی مرد میگه که فاسد نمیکنه. اما اگر غیر از ماهی مثل قورباغه دریایی، مثل خرچنگ، اینا افتاد و مرد میگه فاسد میکنه لانعدام المعدن. چرا؟ چون میگه که این جایگاه اصلی او نیست دیگه. آب انار خب جایگاه اصلی خرچنگ دریایی نیست، آب جایگاه اصلی او هست، نه آب انار. پس چون معدن او نیست پس باعث فساد میشه. و قیل لا یفسده، بعضی دیگه گفتن که نخیر، یا آب انار شما اگر خرچنگ داخلش بیفته و بمره اینها فاسد نمیشه، یا قورباغه دریایی بیفته داخلی فاسد نمیشه. چرا؟ لعدم الدم، چون اینا خون نداره. وقتی خون نداشته باشه پس فاسد نمیشه. و هو الاصح، قول سیتر گفتن میست. خب اونجا ما در متن خواندیم ضفدع، قورباغه. اینجا برای ما توضیح میده که ما دو نوع قورباغه داریم، یک قورباغه دریایی است و قورباغه خشکی است. قورباغه دریایی میگه او قورباغه است که بین انگشتان او پرده وجود داره، این تو پرده است. این میشه قورباغه آبی یا دریایی. قورباغه خشکی بازی طور بین انگشتان پایین‌ها یا دست او تو پرده یا پرده نیست. و الضفدع البحری والبری سواء، میگه قورباغه دریایی آبی و قورباغه خشکی اینا با هم دیگر چی هستن؟ یکی می باشن. این یک قول است.
و قیل البری یفسد. قول صحیح تر این است که نخیر، قورباغه خشکی ای اگر داخل آب بمیره باعث فساد آب میشه. چرا؟ لوجود دم. اولا قورباغه‌ای که در خشکی است خون داره پس یک خون داره. او قورباغه دریایی خون نداشت که باعث فساد آب نمیشد، اما قورباغه خشکی خون داره. یک و عدم المعدن. و قورباغه‌ای که در خشکی زندگی میکنه جای او خشکی است نه دریا، به خاطر اگه داخل آب بمیره باعث فساد آب نمیشه. او قورباغه دریایی که گفتیم داخل آب بمیره، او چون جایگاهش بود، زندگیش بود، همه چیزش بود، او داخل آب بمیره باعث فساد آب نمیشه. اما قورباغه‌ای که در خشکی است و اگر او داخل آب بیفته بمیره باعث فساد آب میشه. قول سیتن همین است. خب یک نکته ماند از متن چی گفت؟ موت ما یعیش فی الماء، مردن او چیزی که در آب زندگی میکنه. مراد از این زندگی میکنه چی است؟ اینجا توضیح میده. و ما یعیش فی الماء ما یکون توالده و مثواه فی الماء. و حیواناتی آب زیست هستند، در آب زندگی میکنن که تولدشان و جای بود و باششان همون آب باشه. یعنی در آب به دنیا بیاین و در آب همونطور رشد بکنن، نمو بکنن، بزرگ بشن. اما بعض از حیوانات هست که اینا تولدشان درست است در آب هست، اما زندگیشان داخل آب نیست. اونا اگر داخل آب بمیرن چیکار میشه؟ آب فاسد میشه. مثل چی؟ و مائی المعاش، زندگی مرغابی داخل آب است، دون مائی المولد. اونه که زندگیش به حساب در آب باشه اما تولد او در آب نباشه، او باعث فساد آب میشه. مرغابی که از تولدش داخل آب نیست، مرغابی تولدش داخل آب نیست، بیرون است، اما زندگی مرغابی داخل آب است. این اگر داخل آب بمیره باعث فساد آب میشه. و مائی المعاش دون مائی المولد مفسدون، اونه که زندگی او در آب باشه اما تولد او در آب نباشه، او باعث فساد آب میشه. مثل چی؟ کلبته، مثل مرغابی. خلاص. بحث پنجم این باب چی است؟ در رابطه با آب مستعمل است. حکم آب مستعمل، تعریف آب مستعمل و چه زمانی آب مستعمل میشه. این مسائل رو انشالله خواهیم خواند. میفرماید الماء المستعمل لا یطهر الاحداث. آب مستعمل بیوضوئی ها رو پاک نمی کنه، بیوضوئی ها رو دور نمی کنه، نجاست های حکمی رو برطرف نمی کنه. هرچند که نجاست حقیقی رو برطرف نمی کنه. گفت لا یطهر الاحداث، نگفت لا یطهر الانجاس. نجاست های حقیقی رو آب مستعمل دور می کنه، اما نجاست های حکمی و بیوضوئی ها رو دور نمی کنه. خلاف لمالک و شافعی، برخلاف امام مالک و شافعی. خوب دقت بکنید، در رابطه با آب مستعمل چند قول است. قول اول، امام ابو حنیفه و امام ابو یوسف رحمت الله علیهما میفرمایند که آب مستعمل نجس است، نجس. امام مالک و امام شافعی رحمهم الله میفرمایند که آب مستعمل مطهر هست، یعنی پاک کننده است. امام محمد رحمت الله علیه میفرمایند که طاهر غیر طهور، پاک هست اما پاک کننده نیست، پاک هست پاک کننده نیست. و امام ظفر رحمت الله علیه یک قول ترکیبی داره، میگن که اگر استعمال کننده آب وضو داشته باشه و این آب رو استعمال کرده باشه، پس این آب پاک کننده هم هست. اما اگر بی وضو بوده باشه و این آب رو استعمال کرده باشه، این آب چی است؟ پاک هست اما پاک کننده نیست. چند قول شد؟ 4 قول. امام ابو حنیفه و ابو یوسف میگن که نجس هست، امام مالک و امام شافعی میگن که پاک و پاک کننده هست، امام محمد میفرمایند پاک است اما پاک کننده نیست. امام ظفر رحمت الله علیه میفرمایند اگر استعمال کننده امی آب قبلا وضو داشته، پس این هم پاک است و هم پاک کننده.
اما اگر وضو نداشته باشه این فقط پاک است و پاک کننده نمی باشه. این 4 قول شد. خلاف لمالک و شافعی رحمه الله، هما یقولان ان الطهور ما يطهر غیره مرة بعد مرة اخرى کالقطو. میگن الله جل جلاله آب رو چی گفته؟ و انزلنا من السماء ماء طهورا گفته. میگه درست است که حالا یک مرتبه استعمال کردی وضو گرفتی بازم این طهور است، بازم پاک کننده است. چرا؟ چون طهور چی است؟ ما یطهر غیره مرة بعد اخرى، هر آنچه که چیز دیگه رو پاک کنه مرتبه به مرتبه، یک مرتبه پاک کنه باز دوباره 3 مرتبه، یعنی همیشه پاک کننده باشه، همیشه پاک کننده باشه. این میگن طهور. ما یطهر غیره مرة بعد اخرى کالقطو، مثل قطو. قطو چیست؟ چیزی که هی قطع کننده باشه، مثل قیچی، هی قطع کنه هی قطع کنه هی قطع کنه، مثل چاقو هی قطع کنه هی قطع کنه. اما ما در مقابل این استدلالی که امام مالک و شافعی رحمه الله آوردن میگم اگر شما لفظ طهور رو به لفظ قطو قیاس میکنن که این غلط است. ما یکی از ضوابط قیاس رو خواندیم که قیاس لغوی درست نیست، که شما یک لغت رو بیاین به لغت دیگر قیاس بکنن. طهور رو بیاین قیاس بکنن به قطو. اگر شما مرتکب قیاس شدن که قیاس لغوی درست نمی باشه. و اگر شما این توضیح دادن، مثلا قطو رو به عنوان توضیح آوردن، این هم درست نمی باشه. چرا؟ به خاطر که ما قبلا خواندیم که ائمه لغت گفتن که طهور اصلا به معنی مطهر نیست. طهور به معنی مطهر نیست. شما میگن که طهور ما یطهر غیره مرة بعد اخرى، آنچه که هی چیزی رو پاک کنه مرتبه بعد از مرتبه، هی پاک کننده باشه، همیشه پاک کننده باشه. پس این استدلال امام شافعی و مالک درست نیست. و قال زفر رحمه الله و هو احد قوله شافعی رحمه الله. میگه امام زفر میفرماید در حالی که یکی از اقوالی که از امام شافعی نقل شده هم همین باشه. دقت بکنید در موقع قول شافعی رو چی که ذکر کرد که امام شافعی رحمه الله فرمود که آب مستعمل پاک است، پاک است و پاک کننده. اما این تنها یک قول نیست. از امام شافعی گفته شده چند قول ذکر شده. یکی همون قولی که اول ذکر کردیم، یک چی بود؟ پاک است و پاک کننده. این قول دوم. قول دومی که از امام شافعی ذکر شده همون قول امام ظفر است که اگر استعمال کننده وضو داشت این هم پاک است و هم پاک کننده، اگر وضو نداشت این فقط پاک است پاک کننده نمی باشه. این قول دوم. اما قول دیگری هم از امام شافعی رحمت الله علیه ذکر شده در این زمینه که فرمودن که این طاهر غیر طهور، پاک است اما پاک کننده نیست. و قال زفر رحمه الله و هو احد قوله شافعی، یکی از دو قول امام شافعی هم همین می باشه، ان کان المستعمل متوضئا فهو طهور و ان کان محدثا فهو طاهر غیر طهور. میگه اگر همی استعمال کننده همی آب، فکر کنین نه کنین آب رو وضو گرفته، این آب داخل یک ظرفی جمع شده، آیا به همین آبی که داخل ظرف جمع شده کسی دیگر میتونه وضو بگیره یا نه؟ میگه امام شافعی همین کسی که همین آب رو وضو گرفته اگر قبلا وضو داشته و حالا یک وضوی جدیدی گرفته، پس همین آبی که جمع شده میتونه یک شخص دیگر هم از این آب وضو بگیره. این هم طاهر است و هم مطهر است. اما اگر همین شخصی که وضو رو گرفته و آب رو جمع کرده قبلا وضو نداشته، پس این فقط پاک است اما پاک کننده نیست. ان کان المستعمل متوضئا فهو طهور. اگر استعمال کننده همین آب قبلا وضو داشته پس این طهور است، یعنی پاک کننده هم می باشد. و ان کان محدثا، اما اگر بی وضو بوده فهو طاهر غیر طهور، پس این پاک هست اما پاک کننده نمی باشه، پاک کننده نمی باشه. حالا خوب دقت بکنین، اینجا یک سوال مطرح میشه. از یک طرف پاک باشه اما پاک کننده نباشه چی معنا داره؟ چیزی به ذات خود پاک باشه اما پاک کننده نباشه این چی معنا داره؟ اینجا توضیح میده. توضیحی است که میگه که اگر دقت بکنیم اینجا دو چیز هست. دو چیز هست. یکی است که
امی عضو بدنی که شخص شسته خب پاک بوده ظاهرا و امی آبی هم که استعمال شده پاک است. اما از یک لحاظ دیگر این عضو بدن خود که شسته این ناپاک بوده از لحاظ شرعی. از لحاظ ظاهری نکنید دست ما پاک است، اما وقتی که وضو نداشته باشم از لحاظ شرعی دست ما نجس است و همین خاطر شریعت دستوره که دست خود بشه. پس از یک لحاظ ما حکم پاک بودن بدیم، از یک لحاظ دیگه حکم به ناپاک بودن. حالا میایم عمل به هر دو تا شبه میکنیم. میگم که آبی که استعمال کرده از لحاظ پاک بودن دستش، پس این آب به ذات خودش پاک است. اما از لحاظی که نجس بود، از لحاظ شرعی دستش نجس بوده و مثلا این رو شسته، این آب رو ما پاک کننده نمیدانیم. پس این آب پاک هست، پاک کننده نیست تا عمل به شبهین بشه. میفرماید لأن العضو طاهر حقیقتا، میگه چون همین عضو بدن ما مثلا دست یا پا یا صورتی که شما میشوین در وضو، این خب در حقیقت این چی هست؟ این پاک هست و به اعتباره یکون الماء طاهرا. وقتی که اعضا ظاهرا پاک باشه پس آبی هم که استعمال شده پاک است. لکنه نجس حکما، اما از لحاظ حکمی و شرعی اعضای ما چی است؟ نجس هست. چرا؟ چون وقتی که ما بی وضو شدیم گویا که نجاست بی اعضای ما سرایت کرده. لکنه نجس حکما و به اعتباره یکون الماء نجسا، و وقتی که این نجس باشه از لحاظ حکمی پس هم آبی هم که استعمال شده او هم نجس است. فقلنا به انتفاع الطهوریت و بقاء الطهارت، به همین خاطر ما گفتیم این پاک کننده نیست اما پاکی خودش باقی است. این آب به ذات خودش پاک هست اما پاک کننده نیست. پاک بودنش به اعتباری که اعضای ظاهری پاک بودن، پاک کننده نبودنش به خاطر که اعضا از لحاظ شرعی نجس بودن. عملا به شبهین، ما چیکار کردیم؟ عمل کردیم به هر دو شبه، هم جانب عمل کردیم به هر دو جانب، هم جانب پاکی رو در نظر گرفتیم و هم جانب نجاست رو در نظر گرفتیم. به این خاطر گفتیم آب پاک است اما پاک کننده نمی باشه. وقال محمد رحمه الله و هو روایتنا ابی حنیفه رحمه الله. قول سوم، قول امام محمد که روایتی از ابو حنیفه رحمه الله می باشه و فتوا هم به همی است. هو طاهر غیر طهور، آب مستعمل پاک هست اما پاک کننده نمی باشه. ما در این زمینه احادیثی حتی از رسول الله صلی الله علیه و سلم داریم. از رسول الله صلی الله علیه و سلم احادیثی داره. امام بخاری رحمه الله از جابر نقل کرده ان نبی صلی الله علیه و سلم توضأ ثم صب علیه من وضوئه. رسول الله صلی الله علیه و سلم وضو گرفتن و آبی که داشتن وضو میگرفتن داخل یک ظرفی جمع شد. بعد از او از آب وضوی خودشان بالا حضرت جابر ریختن. اگر یه آب مستعمل نجس می بود کی می ریختن؟ پس معلوم میشه که آب مستعمل آب پاکی است که رو بالای حضرت جابر رضی الله تعالی عنه ریختن. این امام بخاری نقل کردن. همچنین امام ترمذی رحمه الله از حدیث سیدنا معاذ رضی الله تعالی عنه نقل کرده رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که وضو میگرفتن صورت خودشان رو با گوشه لباس خودشان پاک میکردن. اگر آب مستعمل نجس بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم با گوشه لباسشان خودشان رو پاک میکردن. حدیث عایشه است، ابن عدی روایت کرده، حدیث عایشه است که کان لرسول الله صلی الله علیه و سلم خرقه ینشف بها بعد الوضوء. یک پارچه‌ای داشتن رسول الله صلی الله علیه و سلم که بعد از وضو اعضای خودشان رو خشک میکردن. پس معلوم میشه که این آب مستعمل آب نجس نمی باشه بلکه آب پاکی است اما پاک کننده نیست. و هو طاهر غیر طهور، این پاک است اما پاک کننده نیست. چرا؟ لأن ملاقات الطاهر لا توجب التنجس. دلیل عقلی رو نگاه کن، میگه که یک چیز پاک با پاک دیگر که برخورد بکنه این موجب نجاست نیست. آب پاک، اعضای بدن پاک، این دو تا پاک به هم برخورد کرده کی میگه که این نجس شده؟ لأن ملاقات الطاهر طاهره،
برخورد کردن یک چیز پاک یعنی آب پاک با یک چیز پاک دیگر یعنی عضو بدن که پاک می باشه و شسته شده، لا توجب التنجس، این مستوجب نجاست نمیشه. دو تا پاک با هم دیگر برخورد کردن که باعث نجاست میشه. الا انه اقیمت به قربة فتغیرت به صفته. نگاه کنید، مگر در صورتی که همین آب به بدن که برخورد کرده از روی قربت باشه، به خاطر تقرب به خدا باشه، در این صورت صفتش تغییر میکنه. نگاه کنید، امام محمد رحمت الله علیه جا خوب دقت بکنه، امام محمد رحمت الله علیه یک چیزی رو شرط میدانه، میگه برای این که آب مستعمل بشه استفاده کردن از آن به نیت تقرب شرط میباشه. به نیت چی؟ یعنی اگر یک کسی همینطور رفت آب بالای خودش ریخت، همینطور ریخت به خاطر حصول سردی یا به خاطر حصول سردی چیکار کرد؟ وضو گرفت، حتی این آب مستعمل نمیشه مگر در صورتی که به نیت تقرب به الله وضو گرفت یا غسل کرد به نیت تقرب به الله. چون وضو گرفتن و غسل کردن به خاطر تقرب به الله است، نزدیکی به الله است. به این نیت اگر وضو گرفت اون موقع آب مستعمل میشه. الا انه اقیمت به قربة، مگر در صورتی که به وسیله همه آبی که است به سوی قربتی، یعنی به قربتی انجام گرفته باشه، فتغیرت به صفته، در این صورت صفتی آب تغییر میکنه. یعنی اگر بی هدف کسی غسل کرد یا وضو گرفت او آب مستعمل نیست، اما اگر به نیت وضو یا تقرب به الله وضو گرفت یا غسل کرد او آب مستعمل میشه و صفت او تغییر میکنه. کمال صدقه، مثل مال صدقه. دقت بکنید، ما جیب خود برمی دارم مالی هست برمی دارم 1000 افغانی. 1000 افغانی رو ما بتونم برای سیدم بدم، برای غیر سیدم بدم، درست است؟ برای اولاد پیغمبرم علیه الصلوة و السلام بدم، برای دیگه. اما همین که گفتم این صدقه است یا گفتم این زکات است، حالا دیگه نمیتونم برای سید بدم، حالا دیگه برای سید نمیتونم بدم. نکنید چرا؟ چون همین که گفتم این صدقه است، صدقه تقرب به الله است یا نه؟ همین که نیت تقرب به الله رو کردم و گفتم این صدقه است، حالا دیگه نمیتونم برای صفتش تغییر کرد. صفت همین 1000 افغانی همون 1000 افغانی بود، اما چون ما به نیت تقرب به الله و به نیتی که صدقه است، این زکات است رو چی کردم، حالا دیگه نمیتونم بریم. پس مال صدقه هم تغییر میکنه. چرا؟ چون به نیت تقرب. اینجا آب تغییر میکنه. چرا؟ چون نیت تقرب داره. و قال ابو حنیفه و ابو یوسف رحمه الله هو نجس. بزرگان میفهمند که آب مستعمل آب نجس میباشد. لقول علیه الصلاة والسلام لا یبولن احدکم فی الماء الدائم ولا یغتسلن فیه من الجنابه. هیچ یک از شما در آب ایستاده و راکد بول نکنه. ولا یغتسلن فیه من الجنابه، و هیچ یک از شما در آب راکد غسل جنابت نکنه. نگاه کنید، رسول الله صلی الله علیه و سلم در اینجا چی فرمودن؟ هیچ یک از شما در آب راکد بول نکنه، یعنی نجاست ظاهری نکنه، نجاست ظاهری. و هیچ یک از شما در آب راکد غسل نکنه، نجاست حکمی. یعنی اگر کسی جنوب بود رفت خودش رو داخل آب انداخت، گویا که آب رو مستعمل کرده، یا آب رو مستعمل کرده، یا آب رو گویا نجس کرده. ولأنه ماء أزيلت بالنجاسة الحكمية فيعتبر بماء أزيلت بالنجاسة الحقيقية. میگه آبی است که به وسیله آن نجاست حکمی دور کرده شده، پس این قیاس کرده میشه با آبی که به وسیله آن نجاست حقیقی دور کرده میشه. نگاه کنین، فکر کنین مثلا اینجا شراب است یا خون است یا مدفوع است، شما به وسیله آب چیکار میکنه؟ همین مدفوع رو پاک میکنه، همین نجاست رو بده. آیا خودی آب نجس نمیشه؟ نجس میشه. آبی که به وسیله او یک مدفوع یا شراب یا خون چیکار شده دور کرده شده، این خود آب نجس میشه. وقتی که به وسیله این آبی که نجاست حقیقی دور کرده میشه خودش نجس میشه، پس او آبی که نجاست حکمی هم به وسیله دور کرده میشه او هم نجس میشه. قیاس میکنه.
آبی که توسط آن نجاست حکمی یعنی بی وضوئی یا بی غسلی دور کرده میشه، این رو قیاس میکنه به وسیله آبی که به وسیله آن نجاست حقیقی دور کرده میشه. ولانه ماء ازیلت بین نجاست الحکمیه. امام ابو حنیفه و ابو یوسف رحمه الله میگن که آب مستعمل آب نجس است. چرا؟ چون به وسیله آن نجاست حکمی مثل بی وضوئی و بی غسلی دور کرده شده. فیعتبر بماء ازیلت بین نجاست الحقیقیه. پس این قیاس کرده میشه بو آبی که به وسیله آن نجاست حقیقی دور کرده شد. هر دو تاشون نجس میباشن، هر دو تا نجس. ثم فی روایت. خب شما گفتین این نجاست، این نجس است، آب مستعمل آب نجس است. این کدام نجس؟ آیا نجاست مغلظه است، غلیظه است یا خفیفه؟ کدام یکی است؟ میفهمد ثم فی روایت الحسن نبی حنیفه نجاست غلیظه. حسن ابن زیاد از ابو حنیفه روایت کرده که این نجس است، آب مستعمل نجاست غلیظه هست. نجاست غلیظه یعنی چی؟ اگر به اندازه 1 درهم به لباس برخورد بکنه چیکار میشه؟ لباس شما کثیف میشه به اندازه 1 درهم. اعتبارا بالمستعمل فی الحقیقه. این در حقیقت قیاس کرده به همون چیزی که استعمال کرده شده در حقیقت. مثل چی؟ مثل نجاست حقیقی که 1 درهم باشه، نجاست حقیقی 1 درهم به اندازه 1 درهم به اندازه کف دست خون باشه روی لباس شما کثیف میشه. به همین اندازه هم اگر به اندازه 1 درهم آب مستعمل روی لباس شما بریزه بازم لباس شما نجس میشه، با اون لباس نمیتونه نماز بخونی. و فی روایت ابی یوسف عنه و هو قوله نجاست خفیفه. اما روایت ابو یوسف که روایتی از ابو حنیفه هم همین باشه که نجاست خفیفه است. یعنی درست است که امام ابو حنیفه و امام ابو یوسف میگن که آب مستعمل آب نجس هست، اما این نجاست خفیفه است. چرا؟ لمکان الاختلاف. چرا؟ چون اختلاف علما در این زمینه وجود داره و یک قاعده داریم اختلاف العلماء یورث التخفیف. اختلاف علما در یک مسئله باعث سبکی حکم، باعث تخفیف در حکم میشه. پس این نجاست خفیفه است. اما سوال پیدا میشه که چرا امام ابو حنیفه رحمه الله رو نجس گفتن؟ میگن که یکی از کرامات ابو حنیفه رحمه الله می باشه که وقتی که وضو میگرفتن با چشم خودشان مشاهده میکردن که اثرات گناه داره میریزه. حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله است که فرمودن که وقتی که شخص صورت خودش رو میشویه، با آخرین قطره آبی که از صورت رو میچکه گناهان رو میپاشه، گناهانی که با چشم خودش. وقتی که دست خودش رو میشویه با آخرین قطره آبی که میچکه او گناهان رو هم میریزه. ابو حنیفه رحمه الله میدیدن که واقعا گناهان داره ریخته میشه، فرمودن که آبی که به همراه گناهان باشه آب چی است؟ نجس است. از کرامات خودش. والماء المستعمل هو ماء ازیل به حدث او استعمل في البدن على وجه القربه. آب مستعمل رو تعریف میکنه. تعریف آب مستعمل چی است؟ و ماء ازیل به حدث، آبی است که به وسیله آن یک بیوضویی دور کرده شده باشه. وضو نداشتی آب استعمال کردی، حالا بیوضویی دور کرده شده، پس آب مستعمل میشه. غسل نداشتی آب استعمال کردی، آب مستعمل شد چون بی غسلی تو برطرف کرده شد. او استعمل فی البدن علی وجه القربه، یا در بدن استعمال کرده شده بنابر قربت. یعنی نفری که وضو گرفته واقعا به خاطر تقرب به خدا وضو گرفته، نه که اعضای بدنش چیکار بشه؟ خنک بشه. هوا بسیار گرم بوده، آب ریخته بالای خودش که خنک بشه. این خاطر نبوده. قال رضی الله تعالی عنه و هذا عند ابي یوسف رحمه الله. این در نزد ابو یوسف است. یعنی چی؟ ابو یوسف رحمت الله علیه یکی از دو چیز رو شرط میدانه. خب یکی از دو چیز، یا رفع حدث یا استعمال بنابر قربت. یکی از دو تا هم که انجام بگیره آب مستعمل میشه. اما امام محمد رحمت الله علیه فقط قربت رو انجام گرفتن بنابر قربت یا استعمال کردن بنابر قربت رو شرط میدانن. پس امام ابو یوسف یکی از دو چیز، یا رفع حدث یا استعمال بنابر قربت رو شرط میدن برای که آب مستعمل است.
اما امام محمد فقط استعمال بنابر قربت رو شرط برای مستعمل بودن آب میدارن. و هذا عند ابي يوسف وقيل هو قول ابي حنيفه رحمه الله ايضا. وقال محمد، امام محمد رحمت الله علیه چی میفرماد؟ لا يصير مستعملا الا باقامه القربه. میگه آب مستعمل نمیشه مگر در صورتی که از روی قربت و تقرب به الله جل جلاله انجام گرفته باشه. تا جایی که حتی فرموده فلو توضأ محدث بنیت القربت صار الماء مستعملا بالاجماع. اگر به نیت قربت وضو گرفته باشه شخص بی وضو، به اجماع علما چی میشه؟ آب مستعمل میشه. اما اگر به نیت تبرد و خنکی حاصل کردن وضو گرفته باشه، یا آب مستعمل نمیشه. کی؟ شخصی که قبلا وضو داشته باشه. و قال محمد رحمه الله لا يصير مستعملا الا باقامه القربه. آب مستعمل نمیشه مگر در صورتی که به نیت تقرب به الله جل جلاله از آب استعمال کرده باشه. لأن الاستعمال بانتقال نجاسة الآثام الیه. میگه مستعمل شدن کی مستعمل میشه آب؟ میگه در صورتی که نجاست گناهان به سوی آن چیکار بشه؟ انتقال داده بشه. به انتقال نجاست الآثام الیه و انها تزال بالقربه. و این نجاست ها دور کرده میشه با تقرب به الله. نکنیم وقتی که انسان بر حال گناهی انجام بده، گناهان صغیری که هست انسان انجام بده با چشم خودش یا با دست خودش، یک چیز رو مثلا فکر کنه کلوق یک سنگی سر راه میندازه، شیشه میندازه، گناه صغیری هست که انجام میده. خب این کار رو که انجام بده، وقتی که آب استعمال میکنه که دست خودش رو بشویه، او نجاست همو گناه به آب منتقل میشه. نجاست همو گناه به آب منتقل میشه. وقتی که این شخص نیتش از می استعمال کردن آب تقرب به الله باشه، تقرب به الله جل جلاله باشه، پس یا آب مستعمل شد. آب چیکار؟ مستعمل شد. چرا به آب مستعمل همین نجاست رو چیکار کرد؟ دور کرد. نجاست رو از می دست و اعضای بدن دور کرد. لأن الاستعمال به انتقال نجاست الآثام الیه. همین مستعمل شدن آب چطور میشه؟ به این خاطر میشه که نجاست گناهان به سوی همین آب منتقل شده. نجاست گناهان به آب منتقل شده. و انها تزال بالقربت. همین نجاست دور کرده میشه با قربت. یعنی اگر در صورتی که نیت تقرب به الله جل جلاله رو داشته باشه، این گناهان دور کرده میشه. حدیث هم خواست دیگه، وضوئی که انسان بگیره باعث کفاره گناهان میشه. و ابو یوسف رحمه الله یقول اسقاط الفرض مؤثر ایضا. امام ابو یوسف علاوه بر استعمال از روی تقرب، برطرف شدن حدث رو هم شرط برای مستعمل بودن آب میدانستن. یعنی میگه که هم استعمال بنابر تقرب باعث مستعمل شدن آب میشه و هم در صورتی که فقط به خاطر رفع حدث از آب استعمال بکنه یا آب مستعمل میشه. اسقاط الفرض مؤثر ایضا. مراد از اسقاط الفرض چی هست اینجا؟ مراد دور کردن حدث، ازالت الحدث. یعنی دور کردن حدث این هم تأثیر گذار هست در اینکه یه آب مستعمل می باشه. فیثبت الفساد بالامرین. پس فساد به یکی از دو امر ثابت میشه. یعنی چی؟ مستعمل شدن یک آب به یکی از دو چیز است، یا استعمال بنابر تقرب به الله جل جلاله، یا استعمال بنابر رفع حدث و بیوضویی. خب این بس خلاص شد. حالا کی آب مستعمل میشه؟ میگه زمانی آب مستعمل میشه که از اعضای بدن انسان جدا بشه. و متى يصير الماء مستعملا؟ سوالی است چه زمانی آب مستعمل میشه؟ الصحیح، قول صحیح همی است. قول الصحیح که اینجا گفت، این خودش از این فهمیده میشه که اقوال دیگری هم هست. قول صحیحشان همی است که انه کما زائل العضو صار مستعملا. این کاف مفاجاتیه است، این کاف تشبیه نیست. کما زائل العضو یعنی به محضی که همین آب از عضو جدا بشه، این آب مستعمل میشه. کما زائل العضو صار مستعملا. به محضی که از عضو جدا شده همین آب بلافاصله مستعمل میشه. مثلا صورت خودت شستی، به محضی که قطرات آب از صورت تو چکید، این آب مستعمل شد. به محضی که دست تو قطرات آب از او جدا شد،
این آب مستعمل شد. کما زائل العضو و صار مستعملا. بعضی از علما مثل سفیان ثوری چی فرمودن لا یصیر مستعملا حتی استقر فی مکانه. این آب مستعمل نمیشه مگر زمانی که این آب به یک جای قرار بگیره. یعنی چی؟ این آبی که از عضو شما جدا شده هنوز مستعمل نیست تا زمانی که مثلا روی یک ظرفی قرار بگیره، روی زمین بریزه، حالا مستعمل میشه. این قول سفیان ثوری رحمت الله علیه میباشه. بعضی دیگه از مشایخ هم به همین نظر هستن، اما قول صحیح است که کما زائل العضو صار مستعملا، به معنی که از عضو جدا میشه یا آب مستعمل میشه. لأن سقوط حكم الاستعمال قبل الانفصال للضروره ولا ضروره بعده. دقت بکنه، میگه که تا زمانی که همین مثلا دست خود داشته میشسته، حالا داره میشوین، آب روی دست شما است، حالا نمیتونن بگین که آب مستعمل است. چرا؟ چون هنوز متصل به بدن شما است، به دست شما است. نمیتونی بگی مستعمل است، چون هنوز استعمال شده نیست، هنوز متصل است، مستعمل نیست. میگه اینجا که ما نمیتونیم بگیم آب مستعمل است به خاطر ضرورت است، اما به محضی که آب از بدن شما جدا شد دیگه ضرورتی باقی نمانده، دیگه آب مستعمل شده، نیازی به استقرار در یک جا نیست. لأن سقوط حکم الاستعمال قبل الانفصال للضروره. ای که حکم مستعمل بودن آب ساقط است قبل از اینکه آب از دست ما یا از بدن ما جدا بشه به خاطر ضرورت است. چرا؟ چون آب متصل به بدن ما می باشه، دیگه ما نمیتونیم بگیم آب مستعمل است. به محض اینکه آب جدا شد حالا میتونیم بگیم که مستعمل است. ولا ضرورت بعده، بعد از اینکه آب از بدن ما جدا شد، از دست ما، از صورت ما جدا شد، دیگه ای ضرورتی نیست. پس وقتی که ضرورت نباشه پس این آب مستعمل می باشه. حالا یک مسئله تفریعی ذکر میکنه، اون مسئله‌ای که به کنز الدقایق ذکر کردن، مسئله البئر جحت. مسئله البئر جحت، این مسئله رو اینجا ذکر میکنه. اصلا این مسئله البئر جحت که مشهور شده، این چه مسئله‌ای است؟ مسئله ازی است که ناکنه یک شخص جنوبی که هیچ ناپاکی و جنابتی ظاهری وجود نداره، آب منی ظاهرا بر بدن نیست، جنوب هست اما اثرات ناپاکی و نجاستی بر بدن وجود نداره، یک میره خود رو داخل یک آب میاندازه، نه به نیت غسل جنابت، نه داخل آب میاندازه، دل یا همون سطل آب یا برای ریسمانی چیز گم کرده، میره داخل آب میاندازه برداره، او رو صحیح شد، او رو برداره. آیا این آب نجس میشه یا نجس نمیشه؟ دوباره میگم مثلا یک شخصی که جنوب است و هیچ اثری از جنابت در بدن وجود نداره، منی وجود نداره، نجاست وجود نداره، خودش داخل یک آبی میاندازه، نه به نیت غسل کردن، بلکه مثلا خود رو میاندازه که همون یک دلو آبی که داخل آب هست همون رو برداره. آیا این خودش پاک میشه؟ آیا این آب چای یا این آب که هست آیا این ناپاک میشه پاک میشه؟ این مسئله سه قول در وجود داره. و جحتون هم که جیم حاتا و هر کدام طرف یکی از اقوالش داره. والجنوب اذا انغمس فی البئر لطلب الدلو، شخص جنوب وقتی که فرو بره در چا، بره داخل چا، لطلب الدلو، به خاطر چی؟ دلو، نه به خاطر حصول چی؟ غسل جنابت. قول اول چی است؟ فإن ابی یوسف رحمه الله الرجل بحاله، این شخص به همون حالت خودش که جنوب بود به همون حالت خودش باقی میمانه و پاک نمیشه. لعدم الصب و هو شرط عنده لاسقاط الفرض. میفرماید که امام ابی یوسف رحمه الله میفرماید چرا این جنوب باقی میمانه؟ میگه چون که در نزد ابو یوسف رحمه الله ریختن آب از بالا شرط میباشه برای غسل جنابت، ریختن آب از بالا شرط میباشه. این رفته خودش رو داخل او آب انداخته و صب انجام نگرفته، ریختن آب از بالا انجام نگرفته. و هو شرط عنده، در نزد ابی یوسف رحمت الله علیه ریختن آب از بالا شرط میباشه، این شرط انجام نگرفته، پس هنوز جنوب باقی میمانه. لاسقاط الفرض و هو شرط عنده لاسقاط الفرض، در نزد ابی یوسف رحمت الله علیه ریختن آب از بالا برای همین اسقاط فرض چیکار است؟ شرط می باشه، یعنی برای دور کردن حدث و بی غسلی و بی وضوئی این شرط می باشه.
پس شخص به حال خودش جنوب باقی میمانه. والماء به حاله، آبم به همون حال خودش که پاک بوده به اون پاکی خودش باقی میمانه. لعدم الامرین، به خاطری که هیچ کدام از اون دو امر انجام نگرفته، نه ازالت الحدث شده، نه رفع حدث شده و نه هم تقرب. امام ابو یوسف رحمة الله چی رو شد داشت؟ دو چیز رو، یا گفت برای که آب مستعمل بشه استعمال بنابر تقرب باشه، یا بنابر رفع حدث بشه. این شخص که آمده چون سب انجام نگرفته پس خودش جنوب باقی مانده، رفع حدث نشده، و چون این داخل آب خود رو انداخته، نه به خاطر تقرب نه به خاطر پاکی حاصل کردن، به خاطر غسل جنابت، بلکه آمده تا دلو رو بگیره به خاطر، پس استعمال بنابر قربت هم نشده، پس این آب به حال خودش باقی میمانه. این آب مستعمل نیست. متوجه شده؟ لعدم الامرین، به خاطری که هیچ یک از این دو امر وجود نداره، نه رفع حدث شده و نه هم استعمال بنابر تقرب بوده. و عند محمد رحمه الله کلاهما طاهرانه، امام محمد رحمه الله میفرماید که هر دو تا پاک هستن. هم شخص پاک شده و هم آب پاک می باشه. خب الرجل لعدم اشتراط السب، ای که شخص پاک شده به خاطر اینکه امام محمد ریختن آب از بالا رو شرط میدانه، خلاص رفته داخل چاه پاک شده دیگه. اما ای که آب چرا پاک است؟ لعدم نیت القربه، چون امام محمد فقط چی رو شرط برای مستعمل شدن آب میداست؟ فقط استعمال بنابر قربت رو. این شخص هم بنابر تقرب نرفته، بلکه همینطور رفته به دنبال دل که دل رو بگیره، خود به خود پاک شده. پس این آب هم پاک می باشه، این آب مستعمل نیست. چرا؟ چون استعمال بنابر تقرب انجام نگرفته. لعدم نیت القربه. و عند ابی حنیفه رحمه الله کلاهما نجسانه، امام ابو حنیفه رحمه الله فرمود هر دو تا نجس، هم شخص نجس باقی میمونده و هم آب چاه. الماء لاسقاط الفرض عن البعض به اول الملاقات، میگه این آب که نجس هست چرا؟ به خاطری که همین شخص مثلا اولین برخورد، مثلا اول پاهای خود رو داخل آب که گذاشته، این آب پاهای رو پاک کرده. وقتی که آب پاهای رو پاک کرده باشه، دیگه چی هست؟ یا آب مستعمل شده. آب مستعمل شده. آبی که مستعمل شده باشه رو امام ابو حنیفه چی میگفت؟ نجس است. چی میگفت؟ نجس است. لاسقاط الفرض عن البعض به اول الملاقات، به اولین ملاقات، یعنی به اولین روبرو شدن همین شخص به آب، وقتی که مثلا پای خود رو داخل آب گذاشت، بعضی از قسمت‌های بدن او که عبارت از پای میباشه، همین نجاست و همین بی‌غسلی و بی‌وضوئی از او دور کرده شده. مراد از اسقاط فرض زیری بنویسن ازالت الحدث، حدث از او دور کرده شده از بعضی از قسمت‌های بدنش به اولین برخورد. و الرجل شخصم نجس باقی میمانه لبقاء الحدث فی بقیه الاعضاء، چون هنوز بی‌وضوئی در بقیه اعضا چیکار است؟ باقی مانده. شما فکر کنین اینای مقداری آب است، خب داخل چاه خب آب است. این شخص پایین شده، همین پا خود که گذاشته داخل آب، میگه که این پای خب چون کل بدن نجس بوده، این پای هم نجس بوده و پای خود که گذاشته، نجاست از همین قسمت پای چیکار شده؟ دور کرده شده. وقتی که نجاست دور کرده شده، پس این آبی که اینجا هست، این آب مستعمله. آب مستعمل در دست او چی است؟ نجس است. وقتی که این آب نجس شد، پس بقیه اعضای بدن او رو نمیتونه پاک بکنه دیگه. پس هم بدن او هم اینطور نجس هست و همچنین آبی چاه هم نجس می باشه. و قیل، قول دیگر از ابو حنیفه ذکر شده، عنده نجاست الرجل به نجاست الماء المستعمل. میگه نجاست همین شخص که نجس می باشه به خاطری است که آب مستعمل نجس شده و هم نجس شد. و انه روایت دیگر از ابو حنیفه است ان الرجل طاهر، شخص پاک می باشه، لان الماء لا یعطى له حکم الاستعمال قبل الانفصال. میگه که چون که آب هنوز از این جدا نشده، از این جدا نشده، پس هنوز این آب نجس نیست. به محض که پای خود رو برداشت، این شخص پاک میشه.
اون موقع آب مستعمل میشه و آب نجس میشه. پس خود شخص پاک است اما آب ناپاک میباشه. لأن الماء لا يعطى له حکم الاستعمال قبل الانفصال. برای آب حکم مستعمل بودن داده نمیشه قبل از اینکه جدا بشه. مثلا بدن او از آب، یا آب مستعمل است. به محض اینکه بدن او از آب جدا کرده شد، اینجا یا آب مستعمل می باشد. و هو اوفق الروایات عنه، موافق ترین روایت از ابو حنیفه که موافق فقه می باشه، موافق عقل می باشه، همین روایت است. یعنی قول صحیح گویا که همین است که شخصی که از آب چاه بیرون از چاه بیرون میشه، آب مستعمل اما خود شخص پاک می باشه. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین الحمد لله رب العالمین. صلی الله وسلم و بارک علی سیدنا و حبیبنا مولانا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله.